تصور کن توی قرن 20 وسط حفاری‌های باستانشناسی در عراق یک کوزه ساده سفالی پیدا میشه، اما داخلش یه راز پنهانه، رازی که میتونه دید ما رو به تاریخ تغییر بده. سال 1938 یک باستانشناس آلمانی به اسم ویلهلم کونیگ در نزدیکی بغداد کوزه‌ای کشف کرد که ظاهرش معمولی بود، اما داخل اون یه میله آهنی، یه استوانه مسی و آثار نوعی اسید ملایم مثل سرکه پیدا شد. وقتی این قطعات بررسی شدن، نتیجه حیرت انگیز بود. این کوزه ممکنه نوعی باتری الکتریکی بوده باشه، ساخته شده حدود 2000 سال پیش توسط مردمی که تصور می‌کنیم حتی برق رو نمی‌شناختن. دانشمندان امروزی با بازسازی این دستگاه تونستن ولتاژ کوچیکی تولید کنن، نه خیلی زیاد، ولی کافی برای روکش کردن اشیای فلزی با طلا یا نقره. بعضیا هم باور دارن ممکنه از این ابزار برای شوک درمانی یا حتی اهداف مذهبی استفاده می‌شده. اما سوالای زیادی باقی میمونه. اگه اونا میتونستن باتری بسازن، یعنی دانش بیشتری داشتن که ما ازش بیخبریم. آیا تمدن‌های باستانی خیلی پیشرفته‌تر از چیزی بودن که تصور می‌کنیم؟ یا شاید هم تاریخ اونطور که به ما گفتن نبوده؟ نظر تو چیه؟ واقعا یه تمدن باستانی باتری داشته یا این فقط یه اتفاق تصادفی بوده؟ تو کامنت ها بنویس. و اگه دنبال ویدیوهای بیشتری از این سبک هستی، کانال مرز واقعیت رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن.